به نام خدا. سلام دوستان عزیزم، وقتتون بخیر باشه. پادکست صدای سکوت امروز رو با کتابی زیبا و جذاب شروع میکنیم. کتاب دموکراسی پوتین، مترجم سودابه قیصری هستش و نشر کتاب پارسه در سال 1401 این کتاب رو چاپ کرده. این کتاب نوشته 2 نفر هستش، ولادیمیر تیسمانانو و کیتسی لانگدن هستش. اما من معرفی کوتاهی رو از این کتاب برای شما میخونم و سپس خلاصه ای رو از این کتاب رو با همدیگه ورق میزنیم. لطفاً با من همراه باشید. اینکه چه فرایندی طی شده و چه سازوکاری شکل گرفته تا یکی از اعضای کاگبه به بالاترین درجه قدرت در روسیه برسد و نه فقط بیش از 2 دهه بر رأس قدرت باشد، بلکه شیوه حکمرانی و فرم سیاست ورزیش به یکی از ایستهای علم سیاست افزوده شود. جای بحث و مداقی بسیار دارد. ولادیمیر پوتین از زمان به قدرت رسیدنش در 1998، یعنی درست 7 سال پس از فروپاشی شوروی، چنان به سرعت قدرت را در روسیه قبضه کرده و نفوذ قدرت و فرم سیاست ورزیش را در میان همسایگان شرق و غرب و جنوب روسیه به خوبی گسترش داده که امروز میتوان روسیه را در همان مسیری دانست که چین قرار دارد و امریکا تنها برابر این 2 کشور است که در موضع ضعف قرار دارد. کتاب دموکراسی پوتین، ایدئولوژی، افسانه و خشونت در قرن 21 به واکاوی شیوه حکمرانی منحصر به فرد و موفق پوتین از دل مناسبات پیچیده قدرت و ثروت در روسیه پس و شوروی می‌پردازد و روسیه پوتین را ورای خوانش غرب و به خواست امریکا در واقعاً موجود این جغرافیا و فرهنگ دیده و تحلیل می‌کند. ولادیمیر تیسمانانو و کیتسی لانگدن، نویسندگان کتاب دموکراسی پوتین، جنبه‌های گوناگون پوتینیسم را از منظر ایدئولوژی داخلی، سیاست خارجی، اقتصاد، فرهنگ و غیره بررسی کردند و با ریزبینی و نکته‌سنجی دلایل میل حکمرانی بسیاری از ممالک غیرغربی به شیوه‌های حکمرانی از جنس روسیه پوتین را نیز شرح کردند. این کتاب فقط درباره یک سیاستمدار نیست، درباره سیستمی هست که اسمش دموکراسی ولی بوی اقتدارگرایی می‌دهد. روسیه‌ای که صندوق رأی دارد ولی خروجیش مهندسی شده است. نویسندگان این کتاب خانم کیتسی لانگدن، محقق و پژوهشگر سیاست و جامعه شناس، و نفر دوم آقای ولادیمیر تیسمانانو، استاد دپارتمان علوم سیاسی در دانشگاه مریلند هستش. خب با من همراه باشید تا خلاصه این کتاب رو با هم ورق بزنیم. قبل از هر چیز اول ببینیم داستان کتاب چیه و کتاب کلاً راجع به چه موضوعی میخواد صحبت کنه. اصل موضوع این کتاب اینه که چطور یک شخصیت سیاسی، یک رهبر سیاسی با مشخصات پوتین موفق میشه کنترل کشوری به ظاهر دموکراتیک رو به دست بگیره. آیا با دیکتاتوری محض و زور این کار رو میکنه؟ آیا روی کار اومدن پوتین صرفاً یک اتفاق بوده یا نه؟ داستان چیز دیگه ایه. تو سالهای گذشته تحقیقات و کتاب‌های زیادی درباره خود شخص پوتین منتشر شده، اما تحلیل‌های مستقل بسیار کمی درباره رفتارهای مردم روسیه منتشر شده و این کتاب دقیقاً راجع به همین رفتارهای مردم روسیه صحبت می‌کنه و مشخصاً تمرکزش به جای اینکه روی شخص پوتین باشه، روی مردم روسیه است. کتاب میخواد ببینه که پوتین مأمور نچندان شناخته شده کاگبه و جهاتی مردی معمولی که برای اولین بار تو سال 1999 فقط با 2% محبوبیت به عنوان قائم مقام نخست وزیر به صحنه اول سیاست روسیه معرفی شد،
چطور تونست 2 سال بعدش بشه نفر اول کشور و اون چطوری تونسته حمایت مردم روسیه رو به دست بیاره؟ چی میشه که شهروندان روس دارن به طرز عجیبی از پوتین حمایت میکنن و حتی وقتی پوتین آزادی هاشون رو محدود میکنه دوستان و عزیزانشون رو به جنگ میفرسته و زندگیشون رو برای تجاوزات غیر ضروری به خطر میندازه، باز هم این حمایت ها ادامه پیدا میکنه. خود نویسنده های کتاب همون اول میگن که ما نمیخوایم پوتین رو تبرئه کنیم و بگیم مشکل از اون نیست و مشکل از مردمه. نه، تحقیق ما قرار نیست به هیچ وجه پوتین رو تبرئه کنه، اما تاکید میکنیم که پوتین تنها مانع برای جامعه مدنی آزاد در روسیه نیست و ما میخوایم بگیم که چرا برای هر جرمی که پوتین مرتکب میشه بخش اعظمی از روس‌هایی که ازش حمایت میکنن هم مثل خودش مقصرن. واقعیت اینه که پوتین اونقدر قوی نیست که به تنهایی همه روسیه رو به چنگ بگیره و مردم رو فقط با زور مطیع خودش بکنه، بلکه این همراهی روزهاست که مثل گذشته اونها میان داوطلبانه به استبداد رأی میدن و فعالانه در خلق چنین رژیمی کمک میکنن. نتایج انتخابات ملی در روسیه با وجود تمام ایراداتی که داره ثابت میکنه که روس‌ها تقریباً به طور مداوم به پوتین و فلسفه پوتینیسم طی 20 سال گذشته رأی دادن. هرچند که اعتراضات بهار 2017 تو مسکو نشون داد که اقلیت در حال رشدی از روس‌ها دارن تلاش‌هایی برای تغییر در جامعه استبداد زده روسیه میکنن، اما اکثریت مردم روی این موضوع اتفاق نظر دارن که پوتین قدرتمندترین فرد جهانه و برای رهبری کشورشون گزینه مناسبیه. پوتین برای اینکه قدرتش رو همچنان در داخل روسیه بیشتر کنه میاد از استراتژی بزرگ کردن دشمن خارجی استفاده میکنه و همین استراتژی هم جواب میده. ذهنیت همیشگی ما در برابر آنها این ذهنیتیه که به پوتین فرصت میده که کشور روسیه رو برای مردمش به عنوان برترین کشور جهان به تصویر بکشه و آنها یعنی تمام غیر روس‌ها رو در مقابل مردم قرار بده. حالا این آنها فقط لزوماً امریکا و غرب نیستن. امروز مردم اوکراین هستن و خدا رو چه دیدی ممکنه فردا هم مردم یک کشور دیگه باشن، هر کسی به جز روس‌ها. خلاصه که در قرن 20 با تمام ادعاهایی که مبنی بر پیشرفت و تمدن وجود داره، ولی نه تنها در روسیه بلکه در خیلی از کشورهای دیگه هم مردم دارن به احزاب انحصارگرایی که سیاستشون به فاجعه اقتصادی، انزوا طلبی، سانسور مطبوعات و نقض آزادی منتهی میشه رأی میدن و دستی دستی دارن به این حکومت‌ها مشروعیت میدن. و در خود روسیه هم اینطور نیست که پوتین فقط با زور داره قدرت میگیره، بلکه این روس‌ها هستند که دارن به پوتین قدرت میدن و کتاب میخواد تحلیل کنه که خب چرا؟ چه عواملی باعث میشه این اتفاق بیفته؟ چرا اینطوریه؟ این پدیده به قدرت رسیدن شخصی به نام پوتین و در قدرت باقی موندنش در این همه سال چه عواملی پشتش بوده؟ پدیده‌ای که کتاب اسمش رو میذاره پوتینیسم. برای بررسی ریشه‌های پوتینیسم و ادعاهایی که نویسنده‌ها دربارش دارن، کتاب اول به بررسی کوتاهی روی تاریخ روسیه انجام میده و میگه که از منظر تاریخی این کشور یه زمانی شاهد حمله مغول و نابود کردن همه چیز توسط سپاهیان مغول بوده. بعدها هم همین اتفاق با حمله ارتش ناپلئون به امپراتوری روسیه تکرار شده و این حملات به کرات در تاریخ روسیه دیده شده و هر بار هم در روسیه یه شخصی که تونسته قدرت رو تجمیع کنه و انحصار قدرت رو به دست بگیره تونسته در مقابل بیگانه ها کاری از پیش ببره. بنابراین مردم روسیه میل شدیدی به استبداد و قدرت طلبی پیدا کردند و در کنارش هم اونها مایل بودن از بعضی از آزادی‌های خودشون به نفع رسیدن به امنیت عمومی بگذرن. و اینطوریه که اونها تن به سیستمی دادن که در اون یک رهبر تحت نام تزار امنیت سرزمین‌های روسیه رو حفظ می‌کرد و این رهبر قدرتش رو هم از مردم می‌گرفت و در ازای قدرت مطلق و اطاعت کامل مردم از تزار به جاش تزار هم به مردم امنیت میداد. تزار نقش رهبر بالا مقام رو بر عهده می‌گرفت و از همه نهادهای کشور می‌خواست که
به صورت مطلق ازش اطاعت کنند. خود واژه تزار در زبان روسی به معنی پدر عزیزه و این به دلالت داره که خداوند به تزار قدرت تسلط بر کل قلمرو کشور رو داده. در اصل تزار سایه خدا روی زمین تصور میشد و خب این ادعا فقط میتونست به یه مخالف داشته باشه و اون هم کلیسای ارتدوکس روسیه بود، چون که خب کلیسا هم همین ادعا رو میکرد دیگه. اونها هم خواستار اطاعت کامل مردم روسیه از خودشون بودن، ولی وقتی که تزار و کلیسا سر یک سفره نشستن، کلیسا اومد از تزار حمایت کرد و دیگه این مشکل هم حل شد. تزار قدرت مطلق رو داشت، کلیسا هم که حمایتش میکرد و ارتش هم به عنوان دستگاه اجرایی جداناپذیر حکومت عمل میکرد. در کنار همه اینها هم سیستم آموزش هم در جهت ترویج و تبلیغ قدرت تزار در خدمت حاکمیت بود. ولی آیا همه مردم موافق این نوع حکومت بودند؟ مسلماً نبودند، ولی مخالفان کاملا در اقلیت بودند و معمولاً همیشه اکثریت با کسایی بود که مشتاق چنین قدرتی بودند. به خصوص اینکه دیگه کلیسا هم مهر تاییدش رو در حکم تزار زده بود و اصلا دیگه موضوع اطاعت مطلق از تزار جنبه مذهبی هم گرفته بود. داستان رفت جلو، سالها به همین منوال گذشت. تزارها همینطوری اومدن و رفتن تا اینکه با آغاز جنگ جهانی اول قیمت سرسام‌آور مواد غذایی، کمبود سوخت و بیکفایتی سیاست‌های نظامی تزار نیکولای دوم باعث شورش روس‌ها علیه اون و سرنگونی کل رژیم تزاری در سال 1917 شد. اما آیا این شورش واقعاً یک انقلابی بود که قرار بود جامعه رو به سمت دموکراسی ببره و آیا اصلاً همچین بستری برای جامعه فراهم بود که بخواد به سمت دموکراسی واقعی بره؟ نه، این شورش و این حرکت انقلاب نبود، فقط یک جابجایی قدرت بود. به عبارتی تزارها خیلی راحت با رهبران مستبد حزب کمونیست جایگزین شدند. تزارها رفتن، رهبران حزب کمونیست اومدن، ولادیمیر لنین موفق شد مردم رو تحت لوای مارکسیست لنینیست کنه و جای تزار رو بگیره. لنین موفق به فتح اعتماد مردم شد، چیزی که به گفته خودش بی نهایت اهمیت داشت. لنین هیچ وقت به مردم فرصتی برای مخالفت با استبداد یا ترویج فردگرایی نداد. اون و جنبشش شهروندان رو متقاعد کردند که به طور کل اصلاً آزادی‌های فردی بی‌ارزشن. پروپاگاندای حکومتی به جامعه غرب برای احترام به آزادی‌های به گفته خودشون لذت جویانه و خودخواهانه حمله می‌کرد و میگفت شما حق مردم رو دارید می‌خورید. حق کارگران رو دارید می‌خورید، ولی ما چنان نظام حکومتی در دنیا بنا می‌کنیم که توش همه با هم یکسان باشن. هیچ کسی بر اون یکی برتری نداشته باشه و حقوق همه هم با هم برابر باشه. نظام کمونیستی شوروی که در عمل دیدیم و میدونیم که نتیجهش چی شد و اینجا کاری بهش نداریم. اگرچه تا پایان سال 1991 نظام کمونیستی شوروی فرو پاشید، اما خاکستر خودکامگی رو با خودش نبرد. درسته که خیلی از مردم ایمانشون رو به خود کمونیست از دست داده بودند، اما هنوز باز هم به ضرورت رهبری قدرتمند باور داشتند. چرا؟ چون سیستم ایدئولوژیک دیگه‌ای برای رقابت با چهارچوب قدیمی ارائه نشده بود. راه حل جایگزین مناسب دیگه‌ای بلد نبودند. مردم به اطاعت بیچون و چرا از یک قدرت مطلق عادت کرده بودند. قبلا تزار، دیروز لنین، امروز استالین، فردا هم یکی دیگه. زمانی که اتحاد جماهیر شوروی فرو پاشید و ملت در چند کشور تقسیم شدند، هیچ وصیت‌نامه مشخصی برای ملت روسیه باقی نمانده بود که اونها بتونن به کمکش راهشون رو پیدا کنن و به سمت دموکراسی واقعی حرکت کنن. الکساندر زینویوف، فیلسوف روس، وضعیت اون زمان رو اینطور توصیف کرد که گفت ناگهان حدود 150 میلیون انسان دیگر یک ملت نبودند. حتی وقتی یلتسین بعد از فروپاشی شوروی با محبوبیت زیادی در روسیه به قدرت رسید، باز هم اوضاع رو به راه نشد و تا سال 1999 درصد محبوبیت یلتسین تک رقمی شد. وضعیت مردم داغون شده بود. آمار جمعیت از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی کمتر شده بود و افت امید به زندگی همراه شده بود با افزایش آمار مهاجرت.
قرنها سلطنت تزاری، دهه‌های حکومت شوروی و کمتر از 10 دهه حاکمیت یلتسین، ضعیف‌ترین رئیس جمهوری منتخب، باعث شد که مردم روسیه که همیشه دنبال یک قدرت مطلق می‌گشتند، رو بیارن به اولین گزینه‌ای که بهشون پیشنهاد شد. کسی که تا 2 سال پیش هیچ کس نمی‌شناختش و الان اومده بود به عنوان فرشته نجات، سوار بر اسب سفید، آمده بود تا در مقابل نابسامانی‌های اقتصادی و سیاسی مردم روسیه رو نجات بده و غرور از دست رفته اونها رو بهشون برگردونه. قهرمان وارد می‌شود. بعد از پیروزی پوتین در انتخابات آمد گفت که جامعه روسیه تو این برهه زمانی چیزی که بیشتر از هر چیز دیگه‌ای بهش نیاز داره نظمه و من برای برقراری این نظم باید به اندازه کافی اختیار داشته باشم. پوتین خیلی راحت تونست با بازی در نقش معمار و خدمتگزار فداکار ملت و کسی که میتونست نظم و امنیت کشورش و مردمش رو تضمین کنه از تاریخ پدرسالارانه روسیه سوء استفاده کنه. دوباره یه تزار با یک رهبر دیگه متولد شده بود. دوباره قدرت مطلق در اختیار یک نفر. دوباره همون آش و همون کاسه. حالا قبل از انتخابات ریاست جمهوری که منجر به پیروزی پوتین شد، چند تا بمبگذاری تو ساختمان‌های مسکونی شهرهای روسیه مردم رو به وحشت انداخته بود. پوتین هم از فرصت استفاده کرده و خودش رو به عنوان تنها کسی که میتونه زندگی مردم روسیه رو در میانه این دوره به ظاهر استثنایی تروریست نجات بده به ملت معرفی کرد. داستان این بمبگذاری‌ها رو مفصل در کتاب توضیح داده شده که همه جا میگفتن کار مسلمان‌های چچنه. این در حالی بود که نه تنها هیچ مدرکی مبنی بر این که مسلمان‌های چچن این کار رو کردن در دست نبود، بلکه حتی یکی از بمبگذاری‌ها قبل از اینکه تروریست‌ها بتونن بمب رو منفجر کنن دستگیر شدن و بعد دستگیری کاشف به عمل اومد که بله اونها خودشون مأمورهای سرویس‌های اطلاعاتی روسیه‌اند. بعد هم اومدن گفتن آقا ما داشتیم مانور برگزار میکردیم که ببینیم مردم چقدر حواسشون جمعه و خیلی راحت ماسمالیش کردن و تمام تقصیر رو انداختن گردن دشمن. گردن آنها. این بار آنها کیا بودن؟ این بار مسلمان‌های چچن بودن. این بمبگذاری‌ها مردم رو حسابی ترسون و همزمان هم به پوتین بهانه‌ای برای توصیف خودش به عنوان رهبری قادر برای یکپارچه کردن روسیه و دفاع از این کشور داد. حالا اینکه آیا خود پوتین دستور بمبگذاری‌ها رو صادر کرد یا نه اصلاً معلوم نیست، اما چیزی که مشخصه اینه که این اتفاق نقش مهمی در برانگیختن احساس مردم و حمایت همه جانبه از پوتین شد. چیزی که پوتین موفق به ایجادش شده بود تولید ترس و نیاز به یک آدم قلدر بود. ناخودآگاه چیزی که مردم می‌خواستن هم حاکمی قدرتمند و قلدر برای حفظ امنیتشون بود. این روش حکومت و ایدئولوژی پوتین بود و هست. کلاً برای چنین جامعه‌هایی ایدئولوژی مثل کد اخلاقی عمل می‌کنه که از پیروانش انتظار میره بر اساس اون زندگی کنن. ایدئولوژی‌ها گروه خاصی رو هدف تبلیغات قرار میدن و اونها رو وادار میکنن تا در خدمت اهداف اصلی پیش تعیین شده حرکت کنن. تو روسیه تبلیغات مدام به این سمت حرکت میکنه که حکومت ضامن امنیت شماست، اگر ما نباشیم آنها کشور و فرهنگ رو نابود میکنن و اینطوری ایدئولوژی کرملین به طور مداوم با همین ترفند مشروعیت خودش رو تقویت میکنه و با تحمل روایت‌های خاص تاریخی به ذهن شهرونداش حقایقی رو جعل میکنه و بعد به اونها اعتبار میده. به زبان ساده با همین ترفند روزها رو به این باور میرسونه که سلطه‌جویی در اوکراین و پاکسازی نژادی و کشتن مسلمان‌ها در چچن کار درستیه و اینطوری مردم هم از رژیم و کارهاش حمایت میکنن. و با همین ترفند حکومت به طور اساسی کنترل همه جنبه‌های زندگی اجتماعی مثل اقتصاد، هنر، علم، اخلاقیات و رفتارهای خصوصی شهرونداش رو در دست میگیره تا هر کس در خلاف جهت اهداف حکومت کاری بکنه سریع بهش برچسب خیانتکار زده بشه. حکومت توتالیته مبنی بر این ایدئولوژی نه تنها افکار و اعمال مردم خودش رو به طور کامل کنترل میکنه، بلکه سعی میکنه مردم رو هم برای رسیدن به اهدافش بسیج کنه و با تبلیغ مداوم ایدئولوژی خودش مردم رو هم به سمت خودش جلب کنه.
و اینطوریه که اکثر شهروندان روس بدون هیچ گونه تظاهراتی میان از حمله به اوکراین استقبال میکنن و این حمله در نمایشی از وجد و شعف ناسیونالیستی به شدت مورد تایید قرار میگیره. پوتینیسم میاد برای آزادی مردم یک تعریف جدید ارائه میکنه و میگه آزادی فردی و فردگرایی مثل غرب اصلا معنی نداره، ارزش نداره. ارزش تو اینه که هر نفر بیاد خودش رو وقف جمع کنه و اون جمع هم خودش رو تحت اختیار یک رهبر قرار بده. برای پوتین و برای ایدئولوژی پوتینیسم همه چیز مثل اخلاقیات، گرایش جنسی، مذهب، میهن‌پرستی، نژاد، انتخاب‌های فردی و امثالهم همه سیاسی هستند. همه اینها سیاسی هستند و باید در جهت منافع فرضی کشور قرار بگیرند و همه باید در یک راستا باشند. این ویژگی اصلی رژیم‌های توتالیته است و رژیم پوتین هم یک نمونه از جوامع توتالیته است که در اون همه چیز قائم به یک نفره، قائم به شخص پوتین. برای این قائم به شخص بودن اینجا کتاب یک مثال جالبی درباره آقای الکساندر دوگین داره. آقای الکساندر دوگین به عنوان راسپوتین پوتین شناخته میشه. آقای الکساندر دوگین این لقب رو برای این از رسانه‌ها گرفته که همیشه داره تبلیغ پوتین رو میکنه. این لقب برای اینه که رسانه‌ها همیشه ایده‌های دوگین رو به کارهایی که پوتین میکنه مرتبط میدونن و حمله اخیر به اوکراین رو حتی اشغال کریمه رو هم یکی از ایده‌های اون میدونن. دوگین همیشه به شبکه‌های خبری میگه که پوتین هیچ مخالفی نداره و اگر هم کسی مخالفش باشه حتما دچار مشکل روانیه و باید تست روانی ازش گرفته بشه. میگه پوتین همه چیزه، پوتین کامله، پوتین بی‌جایگزینه و از این جور مجیزگویی‌ها. حالا همین آدم یه بار اومد یک نقد خیلی کوچیک کرد و گفت که پوتین به جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین به اندازه کافی کمک نکرده و تسلیحات کافی بهشون نداده. بعد از این حرفها بلافاصله دوگین از دپارتمان جامعه شناسی دانشگاه مسکو کنار گذاشته شد. برکناری دوگین روشن کرد که پوتینیسم قائم به خودشه و کوچکترین نقدی رو بر نمیتابه. حالا دوگین که یار غار پوتین بود و هست، دیگه شما ببین عاقبت مخالفان چی میشه. داستان خیلی از این مخالفان رو تو داستان زندگی پوتین شنیدین. این هم بگم که این آقای دوگین همین کسیه که به تازگی دخترش رو ترور کردن و داستان ترورش خیلی سر و صدا کرد. حالا نکته اینه که پوتینیسمی که امروزه ما داریم ازش صحبت میکنیم از رویدادها و عقایدی که اصلا قبل از تولد شخص پوتین رخ دادن تشکیل شده و بحث امروز و دیروز نیست. پوتینیسم بیشتر در تاریخ روسیه ریشه داره تا در قرن 20، چون که خاطره رهبری تزارها رو در ذهن تداعی میکنه، یا خاطره لنین به عنوان مظهر کاریزمای انقلابی و خاطره استالین تجسم وحشت گسترده انقلابی. به این واژه‌ها دقت کنید: پوتینیسم، ایدئولوژی پوتین، ایدئولوژی کرملین، ایدئولوژی روسیه. همه این واژه‌ها قابلیت جایگزینی همدیگر رو دارن و همشون از یک سری باور حمایت میکنن. اول اینکه روسیه در مقایسه با هر جامعه دیگری تمدن و فرهنگ برتری داره و دوم اینکه این کشور دائما در خطر حملات قلدران فاسد غرب و امریکا قرار داره. یکی از عناصر الغای ترس پوتینیسم کاسبی با توهم امنیت ملیه. دسیسه‌های پوتین نماد واقعی تئوری هانا آرنته که میگه یک ایدئولوژی میتونه از طریق به کارگیری توانایی‌هاش برای بسیج مردم به اهدافش دست پیدا کنه. کرملین بحران‌هایی رو جعل میکنه که ترس رو میان شهروندانش تزریق کنه و اونها رو با تلقین فکری اسیر توهم امنیت همگانی کنه. نمونهش هم بمبگذاری‌های سال 1999 است که در ابتدای کتاب توضیح داده شده. جالبه که حتی امروز هم که چچن از سوی رمضان قدیروف جنگ سالار وفادار و دست نشانده پوتین دیگه همراه و یار غار اون شده، ولی باز هم روزها مردم چچن رو به عنوان آنها میبینن و چشم از اونها بر نمیدارن. اونها اسیر همون توهمی هستن که هر شخص گروه یا ایده دیگه رو غیر خودی معرفی میکنه و اون رو به عنوان چیزی که باید در مقابلش از خودش محافظت کنه معرفی میکنه. احتمالاً بعد از اینکه پوتین به اهداف اولیه‌اش برسه، اقدام بعدیش اتحاد دوباره روس‌های اصیل و تشکیل دوباره کشوری شبیه به حالای شوروی باشه. یادمون نرفته که تو سال 2005
پوتین توی یکی از سخنرانی‌هاش از فروپاشی شوروی به عنوان بزرگترین فاجعه ژئوپلیتیکی قرن 20 یاد کرد. اسمش رو گذاشت فاجعه. شاید هم برای همین باشه که پوتین میاد و بعضی آدم‌های دستچین شده دوره شوروی رو ستایش میکنه. اون میخواد به افسانه‌های استثناگرایی ملی و برتری در دنیای جهانی شده جون تازه‌ای ببخشه، یا اینکه با توسل به آرمان‌های قدیمی به اهداف جدیدش برسه. آرمان‌های قدیمی که کشور رو بدون چون و چرا مقدس میدونست. از زمان انتخاب دوم پوتین در سال 2004 نظرسنجی‌ها نشون میده که مداماً شهروندانش بیشتر و بیشتری به این باور میرسند که دشمن‌ها شوروی رو احاطه کردند. آنها شوروی رو احاطه کردند و از اونجا که کشور بسیار مقدسه، جنگیدن برای سربلندی اون هم مقدس‌ترین کاره. حالا چه در حاکمیت کمونیستی قدیم و چه در حاکمیت توتالیته پوتینیسم، حال حالا و پوتینیسم برای سوء استفاده از این احساس میهن پرستی مدام در حال جعل تاریخه. اینکه عنوان میشه پوتین تاریخ رو جعل میکنه و بعد با دستگاه پروپاگاندای خودش اون رو تو ذهن مردم جا میندازه، مصداق بارزش میتونه داستان دلیل شکست اقتصادی روسیه در دهه 90 باشه. در توهم کرملین تحت ریاست جمهوری پوتین تصور اینه که سرمایه‌دارهای غربی مسئول نابودی اقتصادی در دهه 1990 هستند و این نگرش و دیدگاه بین مردم روس هم عمومیت پیدا کرده. تصوری دقیقاً خلاف این حقیقت که طی دهه‌های 90 خود همین شهروندان روس، تاجران فاسد و رئیس جمهور اغلب مست خودشون آقای یلتسین رو برای سقوط دولت سرمایه‌داری نوپای روسیه مقصر می‌دانستند. اقتصادی که نزدیکان یلتسین ایجاد کرده بودند و بعد همین افراد به اولین کمپین انتخاباتی پوتین اضافه شدند و در به قدرت رسیدن پوتین نقش پررنگی داشتند. ولی جامعه فعلی روسیه دلیل اون شکست‌های اقتصادی و اوضاع بد مردم در دهه 90 رو غرب میدونه و به خاطر همین تبلیغات ضد غربی الان نظرسنجی‌ها نشون میده که 45% روس‌ها شیوه زندگی غرب رو کاملا منفی ارزیابی میکنن و 44% اونها مهاجرت به غرب رو انتخاب نمیکنن، حتی اگر به معنی دستمزد بالاتر و فرصت‌های شغلی بهتر باشه. یکی از مشخصه‌های تمام رژیم‌های خودکامه استفاده از واژگان و بیانات زمخت در کنار خشونت زیاده. به عنوان مثال نازی‌ها نابودی میلیون‌ها یهودی رو با کلمات زشت راه حل نهایی برای مسئله یهودیان اسم می‌بردند. و یا در اتحاد جماهیر شوروی اسم سرکوب جمعی اشتراکسازی یا نبرد با مخالفان بود و در دوران پوتین هم حمله به کشورهای دیگه تحت نام کمک برادرانه و حمایت از روس‌ها عنوان میشه. تصویر گفتاری در این سطح در روسیه پوتین به اون این اجازه رو میده که اشغال غیرقانونی کریمه در مارس 2014 رو پیروزی عظمت و رشادت خارق‌العاده ارتش روسیه مبتنی بر آرای عمومی در تطابق کامل با فرآیندهای دموکراتیک و روابط بین‌الملل بخونه. بازی با واژگان قشنگ برای توجیه یک عمل زشت. شهروندان روسیه به طور روزانه روایتی یک جانبه پوتین رو از تلویزیون ملی می‌بینن و می‌شنون. این رسانه‌ها با تسلط بر همه منابع خبری روایت حکومت را تبلیغ می‌کنند و به پوتین در بازنویسی تاریخ کمک می‌کنند. یکی از اهداف دیگه‌ای که بازنویسی تاریخ شوروی توسط کرملین دنبال می‌کنه بازسازی چهره استالینه که یک دهه گذشته در مدارس روسیه استالین رو چهره‌ای بحث برانگیز و یا حتی مدیر مؤثر به تصویر کشیدن که مجبور شده بوده برای بقای کشور فداکاری کنه. یا به عبارت دقیق‌تر کسی که مجبور بود تصمیم بگیره کدوم شهروندها باید بیشتر فداکاری کنند. در واقع بعد از حمله اول به اوکراین در تابستان 2014 میزان محبوبیت استالین بین روس‌ها بیشتر شده. استالینی که دیگه جنایتش زبان زد خاص و عام بوده و هست. یکی دیگه از اجزای مهم پوتینیسم تلقین این باور به مردمه که روسیه نه تنها وارث فرهنگ بالای گذشته شوروی هستش، بلکه خودش هم کشوری یگانه با فرهنگ و اخلاقیات برتره. ترویج این خاطرات قومی روس
و برتر دونستن اونها نسبت به دیگران برای اینه که به مردم گفته بشه روسیه کشور خارق‌العاده‌ایه که تونسته از همه خطرات به سلامت عبور کنه و بعد از این هم باید همینطور باشه و مردم روس باید بتونن این برتری رو حفظ کنن. مثلا در روسیه حمله به اوکراین شرقی و اشغال کریمه به عنوان جنگ‌های شرافتمندانه برای دفاع از حقوق روس‌های خارج از کشور گرامی داشته میشه و کمتر به عنوان نقض استقلال اوکراینی‌ها شناخته میشه. همه چیز از زاویه دید خودخواهانه روسیه اهمیت پیدا میکنه، جنگ مقدسی برای آزادی روس‌ها. ولادیمیر واینوویچ، نویسنده داستان نویس و طنزپرداز روس، در کتاب شوروی ضد شوروی می نویسه که در کشور ما برچسب مقدس بیش از حد به کار میره و گاهی به چیزهایی که ابدا مقدس نیستن هم اطلاق میشه. این مقدس اون مقدس به کرات در ذهن ما تلقین میشه که خودمون هم متوجه نمیشیم داریم از چه مزخرفاتی به عنوان مقدسات حرف میزنیم. خب این خلاصه بسیار طولانی هستش که من ترجیح میدم به خودتون واگذار کنم. آقای امیر سودبخش در شهریور 1401 این خلاصه رو در پادکست رپاب یا روپاب منتشر کردن. امیدوارم اگر علاقه‌مند به شنیدن این کتاب زیبا و جذاب هستید حتما این پادکست رو برای خودتون تهیه کنید و تا انتها گوش بدید. از اینکه با من همراه بودید سپاسگزارم. تا وایس بعدی، خدا نگهدارتون.